واسه کنین که چقدر یا به دروغ متوسل میشن. این خبیث سادات در این روزا یک برنامه مرا به نام معراج پیغمبر کشیده و میگه شفیع عیار گفته که پیغمبر زنک باز بود. سعی کنین پیامبر او را دیده و یا قسم میکنه، این دلالت به این است که پیامبر زنک باز است. این غیر است تو آدم لوده احمق. آیا کدام کس دیگه همینطور اصطلاح در مورد پیامبر اسلام استعمال میکنه؟ پروردگار در این ماه رمضان دعا میکنم که یا هدایتت کنه و یا پروردگاری زبانت خشک بگردانه و به چنان مصیبتت گرفتار کنه که مرگ صدا کنی مرگم به سراغت نرسه. و ببینین که من چی میگم و ببینیم اما با هم که پیغمبر چی یک آدم زنکباز نشان میده و ببینیم اما با هم که پیغمبر چی یک آدم زنکباز نشان میده و ببینیم اما با هم که پیغمبر چی یک آدم زنکباز نشان میده. ما میگم شما خب به این رقم پیغمبر زنکباز نشان میتین. این میگه شفیع عیار گفته که پیغمبر زنکباز بود. ما هفته دیگه معراج پیغمبره سرش گپ میزنم. این بسیار یک برنامه مهم بود. سر از این ما 2 بار گپ زدیم ولی یک بار دیگه باز من سر از این گپ میزنم. باز دوج ما خبیث سادات نشان میتم که ما چی منظورم بود. اما یا مردم های دروغگوی هستن یا سر قرآن تهمت میکنن کلگی از یا این سعی کنین که سر قرآن چی رقم تهمت میکنه.